امروز در خدمت آقا پویان عزیز هستیم که پدرشون برای تولد 15 سالگیشون یه BMW بهشون هدیه دادن. آقا پویان مبارکتون باشه. حستون چیه؟ حس خاصی ندارم. عزیزم مبارکتون باشه. ان شاءالله که به سلامتی سوار بشین. دوستش داری؟ معمولیه، بد نیست. عزیزم مبارکتون مرسی، ممنون لطف کردید. چند وقت سر کار میری؟ چند سال؟ برای چی سر کار میری؟ بابا چیزی هم بهت حقوق میده؟ نه خودم میخوام خب حقوق بگیر باش وسیله بخر، اسباب بازیاتو بخر. مگر این کشور صاحب زمان نیست؟ شکاف این طبقات از بر چیز؟ یکی میلیارد باشد پول جیبش، یکی شرمنده است فرزند و خیشش، یکی در اوج ثروت اوج لذت، یکی در قعر بدبختی و ذلت، یکی دائم سفرهای به خارج، یکی رنگ همین خرج و مخارج، یکی تمکین مرغ و گوشت بره، یکی با پای مرغ و مشتی پره. چو ثروتمند به هر جایی حبیب است، که بی پول خانه خود هم غریب.